حداقل هزینه تحصیل در ترکیه و قبرس. روز سوم چالش مهاجرت بدون دغدغه. پزشکی و دندون پزشکی تو ترکیه سالانه $13,000. اگرم تامبورس بگیری یعنی یه مبلغی رو پرداخت میکنی و کل سالهای تحصیل هیچ شهریه پرداخت نمیکنی و $26,000. طول تحصیل پزشکی 6 سال و دندان 5 ساله. پزشکی و دندان پزشکی قبرس سالانه $4,000 الی $5,000. تامبورسش $10,000 الی $13,000. داروسازی ترکیه سالانه $6,000. تامبورسش $16,000. داروسازی قبرس سالانه $2,300. تامبورسش $4,200. رشته های لیسانس ترکیه یعنی همه رشته ها به جز 3 رشته بالا، مثلا فیزیوتراپی، پرستاری، رشته های مهندسی و غیره، سالانه $2,300. تامبورسش $4,000. رشته های لیسانس قبرس سالانه $1,600. تامبورسش $4,000. کشور ترکیه با بیش از 30,000 دانشجوی ایرانی رتبه اول در بین کشورها داره. پس اگه کیفیت و رنکینگ دانشگاه‌ها و کلی مزایای دیگه براتون مهمه، کشور ترکیه رو انتخاب کنید. و اگه هزینه تحصیل خیلی براتون مهمه، کشور قبرس رو انتخاب کنید. اگه می‌خوای بهترین مقصد مهاجرتی رو طبق شرایطی که خودت داری انتخاب کنی، حتما کلمه مشاوره رو کامنت کن.